سلام، من ملیکام و اینجا سینما با ملیکاست. امیدوارم که حالت فوق‌العاده باشه. امروز قراره 5 تا فیلم فوق‌العاده ترسناک و هیجانی بهت معرفی کنم که از ترس به خودت بلرزی وقتی دیدیشون. پس پاپکورنتو آماده کن و منتظر باش تا بریم معرفیشون کنیم. با من همراه باش. به عنوان یه هنرجوی فیلمسازی ترجیح میدم فیلمایی رو بهتون معرفی کنم که هم خودم دیده باشم و ازشون لذت برده باشم و هم امتیاز ساخت بالایی گرفته باشم. پس امروز به عنوان اولین فیلمی که بهتون معرفی میکنم فیلم سایکو رو در نظر گرفتم. فیلم سایکو ساخته آلفرد هیچکاک، یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های کلاسیک ترسناک تاریخ سینما که هنوز هم صحنه دوشش یکی از تاثیرگذارترین صحنه‌های تاریخ سینما محسوب میشه. داستان مسافری که در یک مهمانخانه عجیب وارد میشه و با مهماندار مرموزش مواجه میشه و اتفاقات عجیبی واسش رخ میده. فیلم دومی که واسهتون در نظر گرفتم خیلی معروف نیست و نمیتونم بگم که خیلی شناخته شده است و شاید خیلی آوازش رو شنیده باشید، ولی فیلمی هستش که خودم خیلی دوستش دارم و یک سبک خاصی از ساختش نظرم رو جلب کرده. فیلم پروژه جادوگر بلر که فکر میکنم انگلیسیش بشه The Project of Blair Witch. این فیلم در سبک فاوند فوتیج ساخته شده که خیلی سبک جالبی هستش که حتما در ویدیوهای بعدی راجبش ویدیو میسازم، اما بخوام یه خلاصه کوتاهی ازش بگم میتونم بگم که بازیگرها دوربین رو روی دست میگیرن و همین خیلی جالبه، انگار که خود بازیگر فیلم بردار فیلم هستش. و این فیلم در مورد یک گروهی از دوستانه که برای پروژه پایان نامه‌شون وارد یک جنگل و یک محیط قدیمی و روستایی میشن که اونجا میخوان ببینن واقعا خرافه های روستایی واقعیه یا نه و اتفاقاتی که اونجا باهاش مواجه میشن واقعا خوب نیست. این فیلم رو حتما ببینید. خیلی سبک پرطرفداری نیست ولی اگه به سینما علاقه من باشید حتما خوشتون میاد. فیلم سومی که واسهتون در نظر گرفتم یه فیلمه تو همین سبک جادوگر بلر، اما یکم هیجانی تر و جدیدتر. فیلم دویزیت که احتمالاً خیلی داخل فضای مجازی تعریفش رو شنیده باشید. فیلم دویزیت داستان 2 تا کودک هستش که تا به حال پدر بزرگ خودشون رو ندیدن و مادرشون هم با اونها قطع ارتباط کرده و حالا به ایمیلی که دریافت کردن بدون مادرشون راه میافتن میرن پیش پدر بزرگ مادر بزرگشون، ولی اونجا متوجه میشن که در اصل کسایی که اونجا هستن پدر بزرگ مادر بزرگشون نیستن و خطر بزرگی اونا رو تهدید میکنه. فیلم بعدی که بهتون میخوام معرفی کنم فیلم مد سامر هستش. این فیلم فوق‌العاده جالبه واسه من چون یه فیلمیه که کلاً تو روز روشن فیلم برداری شده. فکر نمی کنم فیلم ترسناکی دیده باشید که توی فضای بسته تاریک، فضای جنگل، شب اینا فیلم برداری نشده باشه، ولی این فیلم دقیقاً یک جشن باستانی رو نشون میده که کاملا توی روز روشنه، رنگ‌ها همه روشنن و هیچ چیز تیره‌ای ما نمیبینیم و همون فضای دارک و روانشناسی دارکی که ما باهاش مواجه میشیم ما رو میترسونه و اون شوک هیجانی رو به ما وارد میکنه و به نظرم اینه که ما رو واقعا میشه ترسوند و ترس واقعی یعنی این. به نظرم حتما این فیلم هم ببینید. فیلم بعدی هم که براتون معرفی کردم که حتما به نظرم باید ببینیدش و احتمالا تعریفش هم زیاد شنیدید، فیلم کانجورینگ هستش.
توضیحات فیلم ها رو براتون توی کپشن می نویسم. حتما فیلمی اگه از این لیست جا مونده واسم کامنت کنید و اگه به سینما و فیلم و سریال های سینمایی علاقه دارید حتما سابسکرایب کنید. به امید دیدار.